تو کی هستی؟ کی هستی؟ هر بلایی که به سرم آید آمده خلاصم میکنی. کنی ایستا. وقتی رویت را دیدن هم رسیده است. رویت را این طرف گردان. این طرف گرد. رویت را گردان. رویت را گردان. یه مردک همون جنگاوره کرتکلس دیدین یا ندیدین؟ آنو ندیدین سردارم. اکاونال در بروتا جانم باز آنها را از دست دادیم. چی خیلی از دست دادیم؟ این شب هر رشا دستگیر میشه من وگرنه شب سر نمیشه من. رویت را گردان. برگردان گفتم. ایستا خیر. خدا لعنت کند. کی بودنی تو را من میفهمم. احمد، شاگردان را بگو که دوست داشته کمال سیاه را گرفته به انبار برند. با خود کمال سیاه باشد بعدا سر و کار میگیرم. بابای قادر را گوش نمی کردگی حق زندگی ندارد. امراتان را به جا میاریم. معلوم که همراهت نقاب میگردانی ها؟ بخیر است خانم ملیس. چرا در اتاقتون نیستید؟ خوابتون نبرد؟ با تو چی؟ چرا به نزد من آمدی؟ تو رو تنها گذاشتن نمیخواهم ملیس. آدم های بابای قادر هر وقت میتوانند تو رو ضرر رسانند. از همه زیاد تو ضرر میرسانی. مرا تنها گذار بس است. اما ملیس، مرا تنها گذار گفتم. شد ملیس، چه خیلی که خواهی. دیگر رویم را نمیبینی.
من خلاصی نداری آشنا جان. کی بودنت را میفهم. آنها به کجا رفتن؟ مردک یک نفری بدن دستگیر کردن نتونستیم. بازی 2 نفر شینن از کجا دستگیر میکنه؟ اینا جنگاور، اینا با کارتکلس. اینجا چی گپ است؟ کارتکلس جنگاور رو تعقیب دارن. سردارم، کارتکلس برای چی جنگاور رو تعقیب میکنه؟ ای بچه من چی بدونم؟ دستگیر کردیم از خودش میپرسیم. خدایا این اون بس کن. باز آمده مرا پیدا کردن. دردی سری من باز آمده دنبال من است. دیوانه است. سردارم، ما رو پای نبروده باشن امینو. از کجا پای میبرن؟ سیگنال رو فعال نکردیم کو. به این هم آنها از پس یک دیگر هستند. الیونت به گروه خبر ده. در چهارراهی پیش آمد راه را بندن. اکنون فقط سخن کنید. رفیقان، از پس کارتکلس هستیم. چهارراهی که در پیش است راه را بندید. علاقه تمام. به ناموس انیق در 4 راههای پیش آمد راه را بسته است. من در این جایها به طرف راست میگردم. در این راه جدا میشوم. بگذار جنگاور را تعقیب کنم. او را دستگیر کردن نمیتوانند. بی‌عقل. سردارم، اکنون کدامش رو تعقیب میکنیم؟ کارتکلس رو یا جنگاور رو؟ البته کارتکلس رو. با جادوستاری سردارم. یا خدای من. سخت ترسیدم کمال. نه ترس خانم ملیس، من همین جایم. آخر دیگر رویم رو نمیبینی گفته بودی. اگر به تو کسی ضرر نرساند میروم. کسی ضرر رساند دویده میویم خانم ملیس. خوب، دیگر کسی ضرر نمیرساند. میتوانی روی. از روزی که به این خانه آمدی یگانه آدمی که به من ضرر میرساند تو هستی. از کجا پیدا شدی؟ دلم را میشکنی خانم ملیس. شکست ریزت. نزد آمده ایستادم دخترم. کمی دیر شد، معذرت میخوام، اما تو رو بسیار یاد کردم. در خانه نیستم پدر. میدانم که در خانه ای دخترم. کمتر پس آنجا میشوم. یگان چیز میخوای بیارم؟ از تو یگان چیز نمیخواهم پدر. از من دور باش کافی است. در این زمانه پدری دختر بودن از پدری مافیا بودن دیده دشوارتر است. این جنگاور نیست مگر؟ تعقیب کنید او را.
ماشین کلتکلس اینجاست. بله. مردک بگریخت است. اوی کلتکلس، اوی کلتکلس، این چه عذاب است که از پوش تو میکشم؟ لعنتی بیشرف، من میدونم تو رو چی کار کنم. در محله دخترم این چکار میکند؟ یا که از پسی دخترم است؟ پس ما از این خلاص شدیم، باز این سر کرد. کجا غیب زد او؟ لوین رفتیم. سردارم عجبو، باز بریم خانم و بابا اکرم بکنیم. ممکن که کلتکلس در همونجا باشه. این خیل نیست، دیشب اونجا دستگیر شد. چرا با اونجا رود؟ ممکن رفته باشد. هر جا باشد به عقل اونال مرا اینجا دیگر نمی‌کند. برای به اینجا آمدن عقلی وی به عقل نمیگیرد، مگر می آید. نه چینگیز میرم یا نه؟ حاضرم فکر کرده ایستودایی؟ تمام گپ شما درست، گپ لوین نادرست. بیا بریم امروز زادروز گلنده ما یک تبریک میکنیم، بسیار شاد میشم. رفتیم؟ نه لوین، تو حق هستی. نه سردارم، شما حق هستید. بیا رویم. نه لوین، تو حق هستی. و کلتکلس فکر میکنه که ما دیگر اون قطر رو نمیکوبیم. انیق با اون قطر رفته است. سردارم از برای خدا با یک خلاصه بیاید چیکار کنیم؟ یعنی حاضر به خونه بابا اکرم رفته هجوم میکنیم؟ نه جونم، همه خیر رفته هجوم نمیکنیم، دلیل نداریم. پگاه زهرا رو تعقیب میکنیم، زهرا ما رو به نزد کلتکلس میبرد. سردارم قسم میخورم از تعقیب کردن دیوانه شدیم. اول کلتکلس جنگاور، بعدن خانم زهرا. اوه در کجا بودید جناب زیو؟ با کجا غیب زدید؟ شما حالا خواب نکردید؟ نه، از ترس اون جین خوابم نبرد. به خدا جین نیست، فلان نیست. از برای خدا این خیل نکنید. رفته خواب کنید. نمیدونم. دخترم من باید زهرا را ببینم. کی است در این نصف شب؟ اوف برادر، دیوانه هستی در این وقت شب زنگ میزنی ها؟ کلتکلس از محبس گریخته از خبر داری؟ جناب سقراط، این شما هستید؟ تو به سوالم جواب ده. کی گریخته است؟ چی خیل گریخته است؟ خودت را به نادانی نزن کودک. کلتکلس حتما با دوست دخترش در ارتباط می شود. مکانی کلتکلس رو فهمیده به من خبر میدی، وگرنه میموری. از کجا میدونم اون دردی سر در کجا پنهان شده است؟ باز طرفم وایم میکنه. تلفن خاموش است. اکنون چی خیل خوب کنم؟ خوابم گریخت.
چی؟ ایستا خیر داد نزن، خاموش باش. چی داد میزنی؟ همه را اینجا جمع میکنی. خدا جین مثلی زیو گپ میزنه. چی خیل جین است برای خدا؟ زهرا با کی گفته ایستادم؟ من هستم، من. زیو این تو هستی؟ بله منم. جین زیو نیستی همین خیل نه؟ چی خیل جین زهرا؟ هر کسی که با لباسی بابای برفی گردد فکر میکنه که جین است نه؟ زیو یا این که تو هم اون جین رو دیدی؟ بسیار میترسم. ایست نکن دستم. زیو چی شد با تو؟ چی شد؟ چیز نیست، تیر گذشت، اونر تیر پراند. چی؟ بله چیزی نیست، داد نزن، زده گذشت. دخترم برای دیدن مادرت نمی روی. میدانی تو رو بسیار یاد کرده است. من با اون خونه نمی آیم پدر. ما با مادرم در بیرون و میخوریم. خوب دخترم، خودت میدونی. اگه باز خبر میگیرم، فراموش نکن، با دقت باش. آن جنگاور نقابدار دیدم در این جایها میگشت. دیدی در حال به من خبر ده. در این جایها دیدی؟ کی دیدی؟ دخترم تو یگان با روی آن آدم رو دیدی؟ روی او رو کی دیده است که من دیده باشم پدر؟ برای چی پرسیدی؟ هم تو میخوام گویم میترسم که به تو ضرر میرساند. پروا نکن پدر، با من از او ضرر نمیرسد، اما از تو انیق میرسد. او دخترم چیزی نیست دخترم، گفتم دختری من در این محله چیکار میکند؟ برای چی به اینجا کوچیده باشد؟ ما از این را هم هیچ نپسندیدم. جنگاور هم در اینجا میگردد. اینجا آرام نیست. هر روز آمده از سنم پرسیدن هم لازم. یزنا هم تو رو در اینجا میابد زیاد. چرا به اینجا اومدی؟ چیزی نمی شود. با فکرم او دیگر فکری اینجا آمدن را ندارد. چون این فکر دارم، یعنی هرگز نمی آیم. زیاد تو دیوانه شده ای؟ چه خیلی هرگز نمیابد. برای دستگیر کردنی تو همه ای کار رو میکند. اینجا انیق تو رو میابد. پروا نکن، تمام آخر آرام باش. من باید آن کارت را یافته خودم را سفید کنم. تا آن زمان حل میکنم، یعنی دیگر هیچ چیز لازم نمی شود. چه خیلی میابی وی رو؟ پگاه پرسش را سر میکنیم. پرسش؟ چه خیلی پرسش؟ در خانه هر کسی که هست، یعنی که در خانه کسی که هست یک به یک میپرسیم. آنها را در یک اتاق تاریک میپرسی. من از پس پرده گذاشته گوش میکنم. میبینی کسی که دروغ بگوید از احوالش رفتار معلوم میشود. البته که یکیشون خود را آشکار میکنند. من چه خیلی میپرسم زیاد. دیتکتیو هستم من مگر؟ میپرسی. من به تو باوری دارم. از عهده‌اش میبرایی. سوال هایی که باید پرسی به تو میگویم. یک جای مشق میکنیم. تو ایست، من به قلاورخانه روم. ایست؟ باز به نزد همون زن میروی زیا؟ یک کدام زنه؟ من به نزد دخترم میروم. زهرا، بس من قول داده بودم که شب یک جای خواب میکنم. زیا اون زن را گسیل کن اکنون. بس من همه واقعه را میفهمونیم. زهرا، وقتی این است مگر نکنی خیلی از برای خدا. وقتش کی میرسد این خیلی باشد زیا جان؟ با سر نکن از زهرا، لطفا. نه
چی خیر گپ است با سر نکن زهرا جان ها از برای خدا کارو کشال میدهی زیو تمام جانم تمام حل میکنم تمام جانم میگوید چرا حل میکنی عجبا تو خودت میفهمی که هر دوی ما را خودت دیداره داری چی خیلی زیبا ماشاءالله 2 زن داری نکنه من چی میگویم تو چی ها میگویی چیزی نمونده است که مرا به جنایت نکردم پرتایم خودم رو نجات دادنم تو باشی 2 خانه داری میگویی زهرا وقتی این است مگر بعدا گپ میزنیم به خدا قول میدیم حل میکنم لطفا خیر من میروم این خیلی نکن از برای خدا رف جانم رف در اینجا چی کار میکنی رف آموختی خیالی کلت کلاس رو یافته نتوانستم اما درباره جنگاور یک معلومات دسترس کردم وقتی که نبیرات آن رو گرفته بودند آدم‌هایت به جنگاور خبر دادند او رفته همشان رو آزاد کرده است چرا؟ همش توبه کرده توبه کردن؟ جنگاور آنها رو دعوت کرده سراغه تو رو گرفته است این خودش چی گپ است؟ جنگاور به آنها امر معروف کرده است امر معروف؟ بسیار خوب دیگر مرا هیچ کس نمیشناسد از آدم های بد خلاص شدم مرا دستگیر کرده نمیتوانند وای سلام من دوگانه ملیس هستم دستایم رو در کجا شویم ملیس تو چرا این خیل پوشیدی؟ چرا این خیل گپ میزنی؟ مادر شما مرا شناختید چرا نمیشناختم تو رو؟ البته میشناسی من دخترتم اما آنها نمیشناسند ملیس آنها کیم؟ همه در پایان است بله در پایان چی شد؟ حاضر پایان میروم سیر و فوش نکن میلش ملیس تو چیکار کردن میخواهی؟ مادر بعدا میگویم چیکار کرده استادم حاضر به پایان رفتن لازم رفتیم این دختر دیوانه شده است رفتیم ملیس ملیس چی خبر ها؟ چیکار کردی ملیس؟ مادر مگر تو گفتی؟ چرا؟ ملیس بودنم رو ای ملیس سفسط نگو با اینجا یک جای آمدیم کو از کجا فهمیدن این خیل باشد؟ خدای من ملیس رها کنید مرا تو اینجا هم بخیر است؟ نمیدونم سمی معلوم که مدلی نبست چی کار کرده است؟ مویش رو رنگ کرده است؟ پرید پوشیده است عینک مونده است پیشش را بریده است و من خودش را مانند کرده ایستاده است البته همین خیل شدن میخواهد خدا لعنت کند این خیل نمیشود مرا دیگر کار کردنم لازم اما چی؟ اما چی کار؟ دخترم ما به این همه دونستیم که تو هجری رو بسیار دوست میداری همین طور نه نجمیه؟ بله شبهی نداشتم خوش نقشه‌مون رو آخرین بار از نظر میگذارونیم هر دوی شما به نزد در هجری دویده رفته بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم
والشجر يسجدان بیدو هجری بیدو مثلا چیزی شده زود یاریش کن صدق الله العظیم یا خدایا چی شده باشد؟ خدایا خانم سنم را نگهدار باش. زود باش هجری زودتر باش سنم میمورد. چی شد خاله رقیه؟ دو هجری دو حالی سنم بد شده است. گردنم میمورم. کجا شدین هجری ها؟ بیا کنم. عجب هجری نمی آمده باشد. گردنم. خانم سنم چه خیل هستی؟ گردنم هجری بسیار درد میکنه. خدا نشان ندهد. با گردن چی شده باشد؟ آرام باش تو. گردنم اون قدر دردمند شده است که از جایم حتی جنبیدن نمیتونم هجری. این با من بازی کرده ایستاده است. چرا خیلی نگاه میکند؟ یا فهمید که با او بازی کرده ایستادم؟ هجری پسرم ما برای کمک خانم سنم آمده بودیم ولی این دختری بیچاره در نزد چشم ما وقتی رو بوچین یک و یک بار افتید گردنش ضرب خورد. ای خدا با این دختر چیزی نشود و جوان است. یک دختر مثل همین افتیده بود تا آخری عمرش فلج مانده بود. خالای نجمیه شما چه خیلی گپ میزنید؟ خدا نشان ندهد. خیز با بیمارخانه میرویم زود. ما یاری تجلی رو زنگ زدیم در راه هستند حاضر میآیند اما تا آمدنی ما گردنش رو مالیش دهید گفتند. مساجش کرده با؟ نه پسرم منتظر تو بودیم. ما آدم های نادان هستیم از کجا میدونیم محض کردن رو؟ شاید یکان کاری دیگر کنیم که باز بدتر شود گفته ترسیدیم. اوهو با این خاله ها نگاه کن. از من دیده بازیگری خوب بودم. هجری میمورم. خیر پسرم محض کن دختر میمورد. اما خاله نجمیه جایز نیست خیر. هجری پسرم گفته ای دخترا بکنی جایز است جایز است. اما من دکتر نیستم خاله نجمیه. هجری پسرم با این دختر نگاه کن رنگ و رویش دیگر شد. این دختر چیزی می شود. کنی زودتر محسش کن. کنی پسرم خیلی نگاه کرده نیستو زودتر باش. هجری با من چیزی می شود با فکرم. تمام خانم سنم آرام باش. کنی خیز اوستا بادی خط. شما اینجا هستید. کمی دیگر این طرف رو. خودش چی گپ؟ پدر؟ در گردن دختر من دست تو چیکار میکند؟ مازین گردن خانم سنم وای شده است. کارا تمام شد. تمام. از اینجا مردت رو میبرارم. پدر ایست؟ ایست؟ چه هم میگوی تو؟ ایست کمی آرام شو. خانم سنم ببخش جناب یک نفهمی شده است. گردن خانم سنم رک کشیده است. با پدرت بفهمون سنم اخیر. من با تو چند بار گفتم که از دخترم دور شو نمیفهمی. میپرانم تو را. ایست پدر ایست آرام باش. در حقیقت گردنم وای شده بود. دخترم چی شد با گردنی تو؟ بسیار خوب مینمایی. این آدم تو را فریب داده است. چه مازن هستی تو ها؟ شر نمیکنی. گردن تو معیوب نشده بود؟ معیوب شده بود. پدرم رو دیدم خوب شدم. دروغ نگوی با من. هجری من وای. دروغگوی هستی دروغگوی. تو چه حق داری که با دختری من گویی که دروغگوی هست؟ سنم کنه تو با درون درا باز با سر و رویت خون نپرد. پدر؟
як суист гуфтам, як суист ба дарорам. асло ба ӯ зарар намерасонӣ, иҷозат намедиҳам. як суист мегӯям. кӯши ҳам як со намеистам. ӯро мону, маро парон. ба ту як суист мегӯям, як со. хонум санам як тараф истеде. ту як суист? дӯстдоштаатро мекушам духтарам, аз инҷо рав. не падар, мо дӯстдошта фалон нестем. мо танҳо рафиқ ҳастем. рафиқ гуфтӣ? яъне рафиқ гуфтам. манзурам аз рафиқ ҳамсоя буд. духтарам, ту киро фиреб медиҳӣ? чӣ хел рафиқ, чӣ хел ҳамсоя? аниқ дӯстдоштаат аст. дӯстдоштаат намебуд, худатро дар пешаш намепартофтӣ. ӯро не, маро парон намегуфтӣ. гуфтам, чунки нахостам ки ту қотил шавӣ, падар. пештар ба ман гуфта будӣ ки аз ӯ хушам меояд ку? дурӯғ гуфта будам. духтарам, бо ман шӯхӣ накун. ин одам дӯстдоштаат аст ё нест? нест, падар. ман дигар касро дӯст медорам. дигар касро? бале. хуб, туро ҳамчун рафиқат медонӣ, аммо ӯ туро мисли рафиқаш медонад ё ин ки туро дӯст медорад? не, падар. ӯ ҳамаро мисли рафиқаш медонад, маро дӯст намедорад. ҳамин хел не иҷрӣ? бин, маро дӯст намедорад. бо ту боз во мехӯрем, муаззин. бори дигар ба духтарам наздик шавӣ, туро намебахшам. ту ба куҷо меравӣ? падар, охир ӯ меҳмон аст, аз пасаш набарем айб мешавад. ҳамин хел не? ман ҳозир меоям. ҳеҷри ист? ист? туро чизе мешавад гуфта бисёр тарсидам. тарсидам ки падарам туро мепаронад иҷрӣ. аз пушти бозӣ беақлонам чизе намонда буд ки мемурдӣ. бахшиши бисёр мепурсам иҷрӣ. рафта ин бозиҳоятро бо дӯстдоштаат кун. бе ин ҳам бо дӯст доштан бозӣ дорам, ҳиҷрӣ нодон. ман туро дӯст медорам. охир чӣ кор кардам ана? танҳо ба хотири ҳиҷриро наҷот додам дӯстдоштаи дигар дорам гуфтам, дурӯғ гуфтам. баъди ин кор ҳиҷри дигар ба рӯям нигоҳ намекунад. куҷо шуде духтарам? хайр, ман ҳам меравам. кани бигӯ, ки аст ту? ки будааст? гуфти дигар касро дӯст медорам. киё аст ба ёдам? вай аст. ӯ ҳам актёр аст, дар театри мо аст. иншоалло ба ман хуш меояд. вагарна рӯзи ӯро ҳам сиёҳ мекунам, медонӣ ку? ба зиндагии ман халал нарасон. каме маро роҳат мон. ин духтар маъшуқа доштааст. ин хел боча чаро бо ман бозӣ дория? чӣ дард дорӣ? аз ман чӣ мехоҳӣ охира? зӯраҷон, ҳамин калтакелас баъди гурехтааш ба ту занг зад, назад? не, занг назад. яъне намедонӣ ки дар куҷост? ман аз куҷо медонам, самиҷон? беин ҳам зиёд то кордро ба суқрот ки доданашро пайдо накунад ба бирон намебарояд. ҳаётам, умед дорам ки тез сарёбанду гунаҳгор ба душ гираду зиёдило барояд. ҳамин хел не? кордро касе аз ин хона ба суқрот додааст, сами.
لطفاً کسی به هیچ کجا نرود. بگو همه شما رو من به پرسش میبرم. کسی ملیس رو ندید؟ وای این سو با کجای رفت اما من نمیدونم یعنی. خدایا با من خبر نداده با کجا رفت این دختر؟ تولین جون خوب هستی؟ دیشب بسیار بد بودی برای همین پوچیده ایستادم. ای سمی ای اون جین رو دیدم از اون وقت حاضر دست و پایم میلرزد. از پیش چشمانم نمیرود اون جین. ای سمی تو این رو دانسته چرا به یادی من میاری بازه؟ یک لحظه شما جین گفتید؟ بله جین دیدم اما هیچ کس به من باور نمی کند. قسم میخورم من هم دیشب دیدم عقلم از سرم رفت. ایست تو هیچ چیز رو ندیده ای حالا. بین شما رو شنیدید او هم دیده است آخر. تولین جون جین و اجین دیگر نیست در نظرت تفته است. ای سمی از برای خدا من چی چیز دیدنم رو نمیدونم مگر جین دیدم جین. بفرمایید به نزدیکی آمدید؟ من پسری اکای خانم تولین عدنان هستم. امام رو جیغ میزنید خوش رویت. البته جانم. وای خانه نگاره چقدر قصر زیبا. از برای اون جین قریب بود که دلم از کار میموند. خدایم محافظت کرد. خانم تولین جیانتون آمده است. جیانا؟ پسر آکاتون عدنان. عدنان؟ یعنی شما جانی با نام عدنان دارید؟ اشنو این تسبیح رو سرفهم نرفتم. بفرمایید به نزدیکی اومدید. وای امام چیکار کرده ایستادید؟ شما کیستید؟ ای حتی مادرم رو نشناخت. یعنی شکل خوب کردم. از برای خدا اما من جیانت عدنان هستم. چخیل من رو نمیشناسی؟ آکای من عدنان گفتنی پسر ندارم. من از زنی بجایشم. چی ها گفته ایستادید شما؟ آکام اویله و زندگی بسیار خوب دارد. چی شد؟ مادر چخیل بجایی من ملیس هستم. ملیس؟ پسرم با کجا می روی؟ شین برم. پدر شیرم مردم رو می سوزونی ها؟ سوار شو. پدر جان تو با من حالا هم نگفتی که چی خیلی ثروتمند شدی؟ پسرم گفتم کو خزینه یافتم گفتم. پدر از برای خدا رها کن این گپا رو. تو با من راستش رو بگو. از کی به تو میراث ماند؟ از شاهی بیزانس مانده است. شاهی بیزانس گفتی؟ ملیس تو دیوانه هستی؟ چرا این خط پوشیدی؟ حیاتم زیری خطر است. چرا نمیفهمی؟ آدم های خطرناک از پس من هستن. چی؟ مادر خاموش. ای مادر باید این کارو میکردم. همین طریق خودم رو پنهان میکنم. گوش کن در داخل مرا همچون عدنان شناس میکنی. ملیس به تعطیل رفت میگویی به کجا رفت نمیدونم. لطفا مادر جون. ای ملیس بعدن چی میشود؟ نمیدونم بعدش را یگان فکر میکنیم. این را تنها تو میدانی لطفا. خدایا این چی بلاست که به سرمون میآید. شد تمام. عدنان پسرم کنی با درون درو کنی بیا درو گذر بیا عدنان جان گذر شیرینم.
салом алейкум мардум. алейкум салом. хуш шинос кунам писари акам аз зани дуюмаш ҷиянам Аднан. каме бо мо зиндагӣ мекунад. бисёр зебо аст ҳамин хел не? бале беҳолат. хуш омадед ҷаноби Аднан. хуш бошӣ ҷонам. мели занг зад ба рухсатӣ рафтааст. ба куҷо рафтааст? аҳ сами ба рухсатӣ рафтааст яъне медонӣ ку меравад каме истироҳат кардан хостааст. ман барои дидани духтари амам омада будаму аммо набудааст. хайр то омаданаш ҳамин ҷо ҳастем. Аднан ҷон ин хел наменӯшам. одат кардам амаҷон. ҳаётро бубина аз пушти канони девона дар туннелҳо пинҳон мешавам. ту дар болои замин гардиву ман дар зери замин. нао қаҳрам карде. як ҳафта мешавад ки офтоба надидем. келас худо бигирад маём. шавкатум шавкат. бародарам. чӣ дод зада истодаӣ? инҷо ягон кас туро мебинад. ман нагуфта будам ки рав аз инҷо. гуфтӣ не ки натонистам. бародар ба ту эҳтиёҷ дорам. ман бонуро медуздам. бояд як нақшае кашам. ба ман ёрӣ медиҳӣ? ба дарун даро. ман ба ту нишон медиҳам. ба дарун дар нест келас ҷо. нақша мекашидааст. оҳ шавкат як бор ба дасти ман афтӣ пӯстат мекунам пӯст. баъдан аз пӯсти ту барои бону попӯшӣ мекунам. он шобара арча ҷон арча тозон омадӣ ба хонаи мо меҳмон омадӣ. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. инҳо ки ҳастанд? ака ту ба мо гуфта будӣ ки ҳамаи бобоҳои барфии шаҳрро ҷамъ карда ба назди ман оред. мавсимаш набудааст. мо ҳамин қадаршро ёфта овардем. кушода дидед магар? не акад. мо гуфтем то акай канун набинад мо рӯяшонро намебинем. кани рӯяшонро кушоед як бинем. илаш ку мекушоем. шояд ин бошад ака. набудааст. мекушоям. кани шавкат элаин. шавкат гуфтӣ? кадом шавкат ака? шавкат павкат нест акай канун. шумо гуфтед бобои барфиро биёред. ина як ду се ҳамин ка ёфтем бобои барфи дига нест. э гӯсфанди бефаҳм, писари беақлҳо. рафта гум шавед барои ман шавкатро ёфта биёред. ба тарафи чагард. эй бародар, ҳамаи беақлҳо маро меёбанд, магар ягон одами бо ақл нест ки дар гирду атрофам. барои ман як чой биёред. о ҳамхизмат, хуш омадишӣ. хуш наомадем Канъон. ба хайр аст? чӣ шуд? чӣ мешуд? ва ту бовар карда духтарамро амонат гузоштам. ту чӣ кор кардӣ? чӣ кор кардам ошино? дасти духтарамро гирифта бо муаззин шинос кардӣ. ҳозир бошад муаззин аз паси духтарам аст. ту дар бораи ҳиҷрӣ гуфта истодаӣ, а? гӯш кун маро. то ҷои ман медонам духтари ту аз паси ҳиҷрӣ медавад. сабр кун Канъон. ин худаш чӣ гап аст? гӯш кун, ба ту ҳам мегӯям. ман ба он муаззин гапҳои лозимаро гуфтам. ту ҳам рафта ба ӯ бигӯ. агар нороҳат кунӣ духтарамро идома диҳад, намебахшам. эй маро гӯш кун. оҳиҷриро аз духтари ту хушаш наомад. ту аз паси чӣ ҳастӣ? ман чизеро нафаҳмидам. ман ҳоло ба ӯ нишон медиҳам. бори дигар ӯро бо духтарам бинам, ӯро бо 20 тир 20 сурох мекунам.
ҳамхизмат каме оҳистатар вазнин шав то туро одами хуб гӯям духтари ту зебо аммо барои ҳиҷ духтар нест магар агар дасташро бардорад 50 духтар агар миёнашро бандад 250 духтар маро назака гӯш кун ман духтаре надорам ки ба ӯ бидиҳам фаҳмидӣ не ошно аз ту касе духтар нахостааст духтарамро намедиҳам мегӯям мо ҳам намехоҳем духтаратро гапро дароз накун ман гуфтаниамро гуфтам рафта ба ӯ бигӯ агар амри маъруфро идома додан хоҳад аз духтарам дур истад корро бубин бародар ҳама аз паси девона ман дар ҳасрати одами боақлам ягон одами боақл рӯбарӯи ман намебарояде куҷо шуд чойи заҳри ман меган келас бо ҷанговар халос кардай ман як чиза нафаҳмидам чӣ баку ҷанговар тра халос мекарда мара не чӣ баку туро наҷот дода чӣ кор мекунад кани бигӯй чӣ медонам масалан канони девонаро як дусе шахта мегирифт ҷанговар шунавад ки ту номи ӯро истифода бурдаӣ туро ду шаппотӣ мезанад ба худо маҷбур шудам либосаша пӯшидам шавкат чӣ коре мекунӣ бикун сари маро дар бало нагузор дигар ҳеҷ чиз намехоҳам бе ин ҳам болои сарам бало бисёр аст хай бихе бирем табакои файзи наҳума бихӯрем чӣ шита амиҷа писарам имрӯз каме бо хонум тулин вақт мегузаронам хабар диҳ ки омадаам бигӯ дар назди дар мунтазирам кани рав бин падарҷон нагуфта намонад чашмони ин зан дар ту нест дар пулу моли туст хамӯш бетарбия биодоб ту дар бораи модари оянда чӣ хел гап зада истодӣ бин падарҷон ман он занро ҳама чиз мегӯям аммо модар намегӯям бигӯӣ бетарбия биодоб рав зуд бош рав хабар диҳ خاموش هیچ چیز نگوی رفته خبر ده بگوی که پدرم در بیرون منتظر است رو بیاداب گوسفندی بفهم با اجازت شما من میخیزم جناب عزمی رو منتظر نکنم ینگا جان شما با این جناب دیوانه در حقیقت جدی هستید زهرا جان ما نو در عرفه شناس شوی هستیم خوب میشد که دیوانه نگوییم جنابی عزمی گوییم خوبتر است چون که ما او رو بسیار نادرست فهمیدیم یعنی آنقدر جنابی با آداب هست که یعنی روحی زنها رو بسیار خوب میفهمد آدمی روحی نازک داشته بسیار آدمی با آداب بسیار آدمی شیرین است خیر من جنابی عزمی رو منتظر نکنم عدنان جان تو هم ناراحت نباش با حولی برادر باغچه سیر کن خیر تا بازدید جانم خیر تا بازدیدم جان من خودم سیر و گشت میکنم مادر چیکار میکنی؟ نمیخواهم که با آن دیوانه واخوری وا نمیخوری اوف تو با من کاردار نشو ما یک دیگر رو نمیشناسیم خیر عدنان جان تو در باغچه سیر و گشت کن مایلش خیر تا بازدید زنگ میزنم سومد دامولوی ساخته دیدم دامولوی ساخته را دیدم او اینجاست جناب عزمی در کجاست؟ نزدی در است منتظر شما بود خانم همین خیر این خیل باشد در حال رو منتظرش نکنم وای خانم تولین خانم ملیس در درون است ملیس وای با رخصتی رفت با رخصتی برآمد؟ بله با رخصتی رفت او بعضا همین خیل میکرده میرود یعنی خوب با کجا رفتنش رو گفت؟ ای جنابی کمال چین قدر سوالی زیاد میدهده رفت و خیر با رخصتی رفت چیزی نگفت بسیار وقت همین خیل میکرد میرفت یعنی من پدرتون رو منتظر نکنم ای در کجا باشد این آدم
و کجا میرفته باشد این دیوانه؟ جنابی ازمی مرا ندوانه. چی را باشد؟ اکنون من چی کار کنم؟ جنابی ازمی چی کار کرده ایستاده از برای خدا؟ دیدم او را. او دیوانه است. داملای ساخته را دیدم. او همینجاست. اوف، کی را گفته ایستاده؟ همینجا هست میگویم دیدم. او از خانم میگویزد. داملای ساخته همینجاست. دیدم او را. کالتا کلاس را؟ بله. وای ساخته کاری قانون گریز در همین خانه است. اوف. او دیوانه نیست مگر؟ ای وای. یا اینکه در آنجا زیا رو دیده است چی؟ جنابی ازمی به نظرتان نموده است. بیا رویم. بیا میرویم. نه، در نظر و پذرم ننموده است. وای در همین جاست. ینگه چی گپ است؟ ای زهرا جان، جنابی ازمی در نظرش چیزی رو دیده است. نه، گفتم که در نظرم نتافت. او دیوانه است. داملای ساخته اینجاست. دیدم او را. ای زهرا. خانم تولین، این در رو من پیش از برآمدنم قفل کردم. یعنی غیر از من دیگر کس اومده گشوده نمیتواند. جنابی ازمی شنیده؟ در رو قفل کرده است. رفتیم، مرا نرنجانید. رفتیم. خانم تولین، از تو را رنجانیدن سرم را شکرم خوبتر است. چه نباشد من آن دیوان را دزیر میکنم. فرمایید. بسیار شیرین هستید. زیا در کجا هستی؟ همین جایم زهرا. زیا پدر آنجا چیکار میکنه؟ سلام جانم. آشنا این کار نمیشود. هم میرود هم با کجا رفتنش را به هیچ کس نمیگوید. انیق از من میگریزد. دوستم نمیدارد آخر. کمال سیاه، چی فکر داری تو؟ شاید سرش در بالا باشد. یکی بابای قدیر پیش از تو دختر رو یابد. من باید این کار رو در حال کنم. کی هستین باز؟ یا اینکه آدمی بابای قدیر است؟ کی هستی تو؟ مرا نشناخت. اصلا تو خودت کی هستی؟ تو رو به اینجا بابای قدیر فرستاده است. ها؟ مرا میزند این دیوانه. ای برادر تو چیکار میکنی ها؟ بابای قدیر کیست؟ یکون بار هست میشنوم نمیشناسم. من پسری تقای ملیس عدنانی جسورم. عدنانی جسور؟ بله، ملیس را زیارت آمده بودم. شانسی مرا بین با تعطیل بر آمده است. بخشش برادر، یک نفهمی شد. مایلش کی است این بابای قدیر؟ مشکلی ایجاد میکند. چی شد برادر؟ زبانت را خوردی؟ کی هست بابای قدیر میگویم؟ یا اینکه با ملیس دست درازی میکند ها؟ آزارش میدهد. میدانی چی؟ میکشم رو میکشم. تو پروا نکن برادر، این کاری من است. حالا کسی که به خانم ملیس ضرر رساند از شکم مادرش تولد نشده است. بسیار خوب، ولی تو کی هستی؟ من محافظ خانم ملیس هستم. سلامت باش. خیر برادر، تو از راهی دور اومده ای. اینجا رو نمیدانی. بیا من تو رو کجای خوی برم. پسری تقای خانم ملیس برادری مو است. با یک گپی تو میون میشکنم. رحمت برادر، من تو رو ناراحت نمیکنم. این خیل نمیشود. تو رو به هیچ کجا رفتن نمیگذارم. وای داد، باز این آدم به من چسبید کو؟ خوب، مادامی که بسیار میخواهی بیا سیر میکنیم. بیا برادر. زیا پروا نکن.
هیچ کس آن دیوانه را باور نمی کند. از همه گریختم. چیزی نموده بود که دیوانه دستگیرم. پدر جان دیوانه کی است؟ جانم تو حاضر پدرت را خسته نکن. مایلش او بسیار خسته است. کمی استراحت کند. به این نگاه کن. چه خیلی بازی می کند گویا که در فکر زیا است. شیطان جناب زیا از شما یک چیز را پرسم. شما میدونید در این گرد و اطراف یگان کاشانه حسن هست؟ خیلی وقت شد که خود را آرا ندادم. باور کنید همین خیلی خوبتر هستید خانم بهار. همین طور نمیدونم میگویم موی سرم رو رنگ کنم همین طور یا این که مکیاژ کنم نمیدونم. باور کنید من نمیدونم. از زهرا پرسیم چی؟ زهرا؟ چی خیلی است؟ کنی بیا دخترم من به تو دیوانه را میفهمم. بیا. خیلی خوب این خیلی باشد شیرینم. تو با پدرت رو مایلش. من رفتم موی سرم رو رنگ کرده میگویم. مایلش مادر جان. این خیلی باشد. تا باز دید خانم زهرا. تو در کجاها با چی کار مشغولی زیا؟ خوش دخترم. اکنون میفهمانم دیوانه وای میشود. با هم خواهیم دید زیا. تو با کجا می روی؟ با کجا روم؟ کاشانه حسن؟ شیرینک خیلی. عجبا در کاشانه حسن با کتکلس و میخورده باشه. سردارم یک مرده که کپ کلا نخواه که هم خیلی فکر خام بکنیم. آخر کاشانه حسن جایی است که آدم بیزیب خودشون مجبوری خوشونو میکنن. اینا مرده گوری من تو که خوشو هستیم نه کاشانه حسن میریم رنگ زورا. این خیلی باشد. پیش از آنه که با کتکلس و میخورد موی سرش رو آرام میدهد. ها اکا اونا جوره من که باشی گپتون 100% منطق داره. دخترها پیش از واخوری با معشوقاشون خودشون خوشونو میکنن. تو گوری گفتی زهرا با کتکلس و میخورد پسرم. کسی زنگ میزند. انیق با کتکلس صحبت میکند. لبه محترمه زهرا شنلی. من کمینسری کلان فاتح. بفرمایید. خانم زهرا شناسنامه تان رقمش 322 455 677 درست است؟ بله درست. این رقم شناسنامه من است. خانم وقتای آخر در یگان جا شناسنامه تان را افتانیده اید یا آن را دزدیده بودند؟ نه نشده بود. این خیلش به یادم نیست. وقتای آخر با شناسنامه تان از اینترنت یگان چیز خریداری کرده بودید؟ بله کرده بودم. فهمیدم خانم. و شما گفتنی هستند که دیشب 2 نفر را با مقصد ترور کردنشان دستگیر نمودیم. در دست تروریستان شناسنامه شما و دیگران پیدا شد. از نام شما 23 عدد رقم، 1 عدد کارت صورت حساب، 2 عدد کارت خرید گرفته شد و با صورت حسابتان دسترسی پیدا کردند. چی خیلی یعنی؟ خانم زهرا از این حادثه تشویش نشوید. وضعیت زیر نظارت امنیت است. تلفنتون رو خاموش نکرده گفتنی هایم رو گوش کنید. تمام من شما رو گوش میکنم. بفرمایید. یا خدایا این خانم زورا با کی قدر در صحبت کرده سودا باشد ها؟ با کی گپ میزند؟ با کتکلس گپ میزند. اگر یک استکان میبود در گوش میمونم صداش هم میشنویدم. در کدام بانک صورت حساب دارید؟ فهمو چی مقدار پول دارید؟ قریب 300,000 لیره. از همه شعبه نزدیک به شما کدام است؟ شعبه مرکزی. خانم زهرا حاضر به آن شعبه رفته پیش از تروریستان میخواهیم که شما پولهایتان رو گیرید. در این مدت تلفناتون رو خاموش نکنید. ما برای محافظت شما را از دور نظارت میکنیم. فهمو شد. من حاضر به نزد ماشینم رفته ایستادم. آمده ایستاده است. آمد. یک ثانیه لطفا. من به ماشینم سوار شدم. یک لحظه. انیق به نزد کلتکلس می رود. لعنتی کلتکلس این بار از دستم خلاص
سردارم شما جدی هستید؟ کلتکلس چرا با خانم زورا در بانوا میخورد؟ لوین تو بیعقل هستی. کلتکلس با زهرا چرا در بانک وا میخورده است؟ زهرا به اینجا برای پول گرفتن آمد. چرا؟ به کلتکلس میدهد چون که کلتکلس پول رو گرفته و خارجه میگریزد. کلتکلس با پول نیاز داشته باشد چرا از خانم زورا میگرفته است؟ میدزده. خاموش باش پسرم، تو فکر نکن، خاموش باش بس. حاضر گروهی تروریستان است شما تعقیب میکنن. چی؟ تعقیب کرده ایستادن؟ بله شما تشویش نکشید. در پیش بر راه انتهایی کلتکلس باید در همین جاها باشد. در نزد بینا قوطی پرتو رو دیده ایستاده؟ بله. از ماشین فرآمده پولها را در آن قوطی پرتوها پرتو. گروه تروریستان وقتی که پولها را میگیرند ما آنها را دستگیر میکنیم. مایلش. سردارم خانم زورا راست به طرف قوطی مسلکه رفته ایستاده است. یعنی کلتکلس در درون قوطی مسلکه است. یا این کی؟ زهرا پولها را در قوطی پرتو میگذارد، بعدا کلتکلس پولها را گرفته به خارجه میگریزد. شغا فکر کردیم ما این کاری تو را نمیفهمیم؟ همین بوی را فهمیده ایستاده؟ چی را فهمیده؟ بوی مسلکه را. خاموش باش. اکنون از مکان حادثه دور شوید. زهرا حاضر عملیات را شروع میکنند. تمام. تلفنتان را خاموش کنید. ما با واسطه پلیس پول شما را به خونه‌تان برای با ما همکاری کردنتان تشکر زیاد. روز بخیر. روز بخیر. اکنون خانم زورا رفت. بگذار رود. کمتر پس کلتکلس به اینجا می آید. ما باشیم او رو دستگیر میکنیم. ببین کلتکلس آمده ایستاده است. سردارم فکر شما درست برآمد. کلتکلس آمد. حاضر تو را مثل خرگوش دستگیر میکنم لعنتی. تو را دستگیر میکنم خزنده به شرف. تسلیم شو کلتکلس. ایستا لوینت آمد. لوینت تو از پسش داو. من راهش را میگیرم. بیداف مردک بش. لعنتی اجان نجوم اینم آمده مکه. تسلیم شو به شرف.
کنی رویت رو گردان تو کی هستی ها؟ این مردکی آدم کلتکلس نیست کو. من هم دیده ایستادم که کلتکلس نیست. خیلی جوابش بده برا بکن. این چی هست؟ لعنتی بیشرف فریبگر دستبند رو بند لبند کو دستات دراز که حشرات مسرکه کوه شرم نمیداری هم مردکی کلام مسرکه میگوی مار بیناموس ایزونا میکشی که مسرکه پول میگیری خیز پول ها را بگیر تمام گرفتم این خدر وزمینه